و بی غیرت، امو قسم بی غیرت میگم که زنت از اینجا چادر داشت رفت ولی بی چادر داخلی وطن کردی. من او را بی غیرت و دیوس میگم که زنش با پیراهن کلان از اینجا رفته بود، هم با قولت پس آمده. باز رونق میدی، باز ترغیب میگونی، باز تشویق میدی دیگرها را هم. امروز اگر حجاب میکنه دختر، چادری سر میکنه، ایره عقب مانده لقب میده. مردمم بدون از اینکه تفکری داشته باشه، تأملی داشته باشه، تا کی ما در دین تقلید ما نمیکنیم، یاد اموری بی غیرتی تقلید کرده رایسته. از کی بنالیم؟ ما در دین تقلید قبول نداریم. الله کتاب و حدیث صحیح پیغمبر روان کرده و هر امام فریاد زده که گپ ما را تول کنی به ترازی قرآن و حدیث، بعد از او قبول بکنی. ولی امروز فرهنگ مبتذل، پس منحط، فرهنگ حیوانیت او را ما تقلید کرده رایستیم. و جناب خیر است که او نفر از روسیه آمده، دختری خود در هتل برده، پیراهن سفید گاچی را در بدنش کرده، از دستش میگیره، در بین رقص میکنه، هم اعضایش معلوم میشه. تو خود صاحب نسب هستی، تو خود صاحب غیرت هستی، در مسجد در نماز میگی، الله اکبر میگی، به قرآن عقیده داری. تو را کی گفته؟ 1 میلیون هتل جور شد، 1 میلیون هتل. دوستایی که بسیار دینداری ماست برای ما چی میگه؟ مولسیم ولی نمیشه که در هتل نگیریم. چرا نگیرید هتل؟ کی گفته که 1000 نفر خبر کن؟ کی تو را مجبور ساخته؟ وقتی یک زن مسلمان از گشنگی میموره، غیرت نداری که یک بجارده بگیری در خانهش برتی، لیکن میری اونجا به نعوذ بالله و مردمی که در اون مجالس فسق و فجور شریک میشه. یاد کدام مردم هسته؟ شکمی از وار خواب سیر کو، نانی 600 روپگی و 1000 روپگی را سرش بخور، باز در روز قیامت جواب بگو. روز قیامت جواب بگو ایمان کدام ایمان است؟ به کدام کتاب عقیده داری؟ به کدام رسول تابعداری رشیه اعلان کردی؟ برای ما بگو کجاست امروز؟ کدام حالت است؟ میبینیم به چشم سر دنیا کدام طرف روان است؟ این سیل زنا که در بازار میگرده، راستتان بگویی کدام حجاب؟ حجاب اسلام است؟ این دختری کیست؟ حتما دختری کاکا و ماما یا اقل وطنداری ما و شماست. تو کسی را فلیدین کنه باز در قبرستان نمانشه، کسی امین به زور بگویه باز از مسجد بکنه. او بی غیرت، او بی دین، تو دشمنی سنت رسول الله را کرده برو، ولی اونجا در مجلس شرکت میکنی. نگفتی که بچه کاکا، بچه خاله، بچه عمه و همسایه در اونجا توی گرفته و این کارا را میکنی. نه تنها که نمیرم از ما و تو دیگه، بس هجرت عامل، آدمی گناهگار. 3 نفر صحابی از جنگ تبوک بنا بر ناراستی میمانند، نمیره شرکت نمیکنه تا 50 روز. سلام 1 نفر سرش نمیندازه، به خاطر که از جهاد باقی گذاشته. تو بیبی رواج میکنه، ترویج میده، نماینده داره. زنی ببر که تمام اعضایش از 60 پای تا فرقی سر عکاسی کنه، سبا روز در اینترنت میبرایه، در اینترنت کلی حالاتت منکشف میشه. ای الله هست. هر کسی که حکم الله را خوار بدانه، هر کسی که به اوامر الله نظری ثبوت بکنه، یادتان باشه قبل از اینکه در آخرت بره در دنیا هم الله او را ذلیل و خوار میسازه. این را یاد داشته باشه.